دستورالعمل جدید سفارت افغانستان در تهران. طبق اطلاعیه جدید صادر شده از سفارت افغانستان در تهران، وطنداران محترم که برای پاسپورت الکترونیک یا ماشین خوان درخواست می‌دهند، باید در نظر داشته باشند که مدارک مورد نیاز برای درخواست این پروسه شامل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی که دارای ترجمه و تاییدیه وزارت خارجه کابل و داشتن اقامت ایران که فقط کارت آمایش یا پاسپورت اقامتدار و خانواری هستند را شامل می‌گردد. به گفته این سفارت، آن دسته از افرادی که دارای برگه سرشماری هستند برای صدور پاسپورت الکترونیک نمی‌توانند اقدام نمایند. این سفارت از وطنداران محترم خواسته برای سهولت در انجام این پروسه صبور باشند و اطلاعیه‌های بعدی را از این سفارت دریافت نمایند.